أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. خواهر و برادر ارجمند و عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از پروردگار سپاسگزاری میکنیم که باز زمینه فراهم شد چند لحظه در رابطه با مسئولیت‌های خود ما صحبت خواهیم کرد. به دوام 2 هفته که برنامه داشتیم در رابطه با زندگی با عفت و پاکدامن، مطلب آخری را که امروز انشالله خدمت شما عزیزا عرض می کنم، باز هم طرف خطاب من خواهر و برادر جوان من هستند، دختر و پسر که بالغ شدن، جوان شدن، می خواهند در آینده زندگی با عزت و با عفت داشته باشند. چند توصیه برشان دارم. امیدوار هستم که خداوند عزوجل توفیق عنایت بفرماید که ما مطابق رضای الله زندگی بکنیم، سعادت دنیا و آخرت نصیب شویم. ما از روابط جوان ها صحبت کردیم، از چشمچرانی و از پوشش و از طریقه صحبت کردن و اینا هم چیزهای ذکر کردیم. طبعا به دوام همین صحبت ما به جای می رسیم که اگر شما عزیزای من جوان ها وقتی روابط بین خود برقرار میکنین که اگر این رابطه طبیعی نباشه، اگر لغت اضافه تر از این بگویم اگر مشروع نباشه و احساسات و جذبه جوانی زیربنایش باشه، از تعقل، از دید با بصیرت موضوعات بررسی نکنیم، نبینیم، باز او وقت اگر یک خانوادی را ما
میخوایم تشکیل کنیم، همسر را میخوایم انتخاب بکنیم، این دیگر روی و نمو به گفته عام ما بگوییم از طریق عشق و محبت و احساسات اگر که پایه‌گذاری شد، ما به مصیبت‌های کلان دیگر روبرو میشیم. بنابراین ما تمنا داریم که زندگی پر سعادت داشته باشیم، زندگی در او چند سبایی که اگر حیات داریم خوشبخت باشیم. طبعا وقتی این رابطه از طریق عشق و عاشقی برقرار میشه، یعنی آینده‌ای که مطمئن باشیم که در این سعادت و خوشبختی باشه، شاید خیلی بعید باشه. نتانیم به او آرزوهایی که میخواهیم برسیم، از این طریق رسیدنش بسیار، اگر ناممکن نگوییم، بسیار دور است. شاید از هزاران نفر یک نفر در قسمتش بوده که همینطور خوشبخت شود، ولی تجارب نشان میده، صفحات زندگی نامه های جوان ها را وقتی شما مطالعه میکنین میبینین که از این طریق روابطی که برقرار شده آینده خوب نداشته. حالا خصوصا صحبت ما با شما عزیزای ما، با شما این که مؤمن و خدا دوست هستین، به روز آخرت باور دارین، بازخواست است، در همین دنیا الله ناظر احوال خود میدانین، توصیه ما بر شما هست که او چیزی را که میبینیم و آرزو میکنیم بعض وقت حقیقتا اوطور نمی باشه. ما مجبور میشیم که با تحمق، با تعقل، با مشوره گرفتن از دوستای بسیار نزدیک ما قضایا را بررسی کنیم. طبعا که این زندگی چند روزی که در پیش داریم، ما با همین ماحول سر و کار داریم، با همین افرادی که در همین جامعه هستن که در اینا هستیم. از این سبب است که در اینجا شما عزیزا از احساسات، از روابطی که فعلا جوانات دوست دارن امو رقم روابط برقرار کنن، از این رقم برقراری روابط شما احتیاط کنین. برای از که یعنی روابط دوستی که آیندهش مثلا زندگی مشترک باشه، اگر از طریق نامشروع عشقی باشه، شما یک کس را دیدین خوشتان آمد، او را دوستان گرفتین و آرزوها دارین که در آینده با این زندگی مشترک سربراه خواهد کردین. اما باز هم من تجربه را عنوان میکنم که حاصل از این جز درد و رنج روحی و جسمی دیگه چیزی نخواهد داشت. پسرها زیادتر دخترها برای از این که غرور جوانیشان است، غریزه های زنانگی یا مردانگی که در سن و سال هستند، اینا سبب میشه که از خود راضی باشن، خود در یک مقام قرار بتن. مثلا در این فکر هستن یا در این فکر میشن که من یک کسی هستم که مرا طرف مقابلم دوست می داشته باشه، زیاد کسا مرا خوش داره، من مورد پسند بسیار کسا هستم، من خواستگارای زیاد دارم. پسرام بعض وقت همین حالت سرشان می و مغرور خودشان میشن و دخترها هم، شاید بیشتر دخترها هم به این کار متيقن میشن که بله هر کسی که طرفش سیل میکنه، یک لبخند میکنه یا متوجه دوباره از او میشه، با دقت طرفش سیل میکنه، گمان میکنه که من مورد پسند از این قرار دارم. ای که با کدام نگاه او دیده، ایره بعض وقتا او جوان متوجه نمیشه. طبعا وقتی که این روابط برقرار شد، او دو نفر که از خودشان راضی هستن گمان میکنن که اگر این نباشد دیگه کس مرا
پسند میکنه اگر او نباشد. بسیار کسا هست که خواستار رابطه داشتن با من هستند. به همین انگیزه وقتی رابطه ها برقرار میشه، حال همو آرزو و طلباتی که از طرف مقابلش داشت اگر این رو برآورده کرده نتانست، او چیز از آب بیرون نیامد، این باز بسیار آسان این رابطه را خراب میکنه و یا ترک میکنه، میره به طرف یک جوان دیگه. این دختر باشه پسر باشه، هر دویشون این کارا میکنن. وقتی از طرف مقابل چیزایی را که آرزو داشت او آرزوهایش در اون ندید، چون این رابطه از رابطه همو احساسات و عشق و علاقه غیر عقلانی بوده، پس این رابطه سبب میشه که زود به هم بپاشه. و بعض وقتا میبینیم که یک پسر چند تا دوست داره، دوستایی که با اونا کوشش میکنه که راز و نیاز داشته باشه، عشق و محبت داشته باشه، و بعض وقتا در دو نفر هم اینا قانع نمی باشن، میخواین که زیادتر افراد در گرد و نواحیشان باشه، هر کس خریدارشان باشه. و میبینیم که در ترک یکی دیگر، در بی‌وفایی، در خیانت دست بسیار دراز می داشته باشن. هیچ باکی نیست برشان که دوستشانه به یک چیز بسیار اندک رها کنن و همین رقم برن به طرف یک خوبروی دیگه، یک کسی دیگر در سرش عاشق شوند. یک داستان واقعی را مختصرا خدمت شما خواهر و برادر من، پسر و دختر عزیز جوان من، برای شما من حکایه میکنم که محصلین بودن یا دانشجو در دانشگاه یا در پوهنتون، اینا آشنا شدن با یک دیگرشان و بالاخره عاشق یک دیگر شدن و روابطشان تا جایی رسید که اینا قول دادن که با هم ازدواج کنن، با یکی دیگه خیانت نکنن، بی‌وفایی نکنن، زندگی سعادتمند تشکیل بدن. حتی دختر بیشتر از پسر تاکید میکرد که در این حرفایش صادق است، با کم و زیاد تو من میسازم، حتی در بوریا اگر در خانه باشیم که یک بوریا باشه، من قبول دارم که در سر هم بوریا با تو زندگی را دوام بدم. این تعهدات است که در وقت آشنا میشن، با هم عشق و محبت میکنن، احساسات جوانی، غریزه های جوانی همگیش یک جای هست، اینا این رابطه را دوام میتن. از قضا برای دختر یک خواستگار میآید، دروازه خانه را کسی تق تق میکنه، یک جوانی هست که از خودش شاید از سن و سالش 15 سال بزرگتر، اما یک شخص ثروتمند، پولدار. وقتی خواستگار میآید، اولین کسی که قبول میکنه دختر است. دختر این خواستگار جدیدشه، با او سرمایه هایی که داره او را میپسنده و دل جوانی را که با او قول داده بود که سر بوریا با او زندگی میکنه دیگه بعد از او باکی نیست، او قلب مشکنانه یا او را از خودش دور میکنه. چیزهایی را که در این نفر دوم یافت در او محصلی که پیشتر به او عهد کرده بود در او نبود. بنان میبینیم که این رابطه عشقی منجر به بدبختی ها میشه. حالا شما سرنوشت تو جوانی را که این خانم یا این دختر به او وفا نکرد، شما او را خودتان تصور کنین. اگر او بازم عقلانی فکر نکنه، کلی خود در کار نپرته، از دو تا دوست خوب و با ایمان خودش مشوره نگیره، شاید که دست به کارهای خیلی ناروا و ناپسند دیگه بزنه. دیگه باز نمیفهمه، عقلش و عشق تسخیر کرده. و این کار زیاد شده، حتی پسرها این کار کردن. با او دختری که وعده کرده، دانشگاه می رفتن می آمدن، در بازار می دیدن می آمدن، یا همسایه بودن، با اشاره با یک فرصت با هم تماس می گرفتن، تلفن می کردن
وفا و وعده خود تجدید میکردن، ولی یک دختر زیباروی دیگه وقت سر راهش آمده همه تعهدات زیر پای گذاشته ای جوان. و باز خصوصا در اجتماعات ما که وقتی یک دختر مشهور شود خدای ناخواسته که یک دوست داشته و او دوستش را نگرفته، ازدواج نکرده با او، خودتون میفهمین که او دختر چقدر رنج میبره از او حالت خودش. پس خواهر و برادر جوان ما، عزیز ما، شما ایرا خوب متوجه باشین وقتی این علاقه های عشقی، روابطی که روی احساسات برقرار میشه، این بسیارش اکت است، مثل فیلم است. شخصیت های دروغین جور میشه، وعده های بسیار کلان کلان به یکی دیگر میتن، سخن های بسیار عسلگونه، شیرین، شیر و شکر از عشق است و از علاقه های خیالی هست، برای خودشان باغ ها جور میکنن، زندگی بسیار مرفه، هر طرفش گل است و گلزار. اینا همگیش اکت است، اینا همگیش از تصور و از تخیل است. این رابطه حتی جایی میشه که خصوصا دخترها باز این اظهارات معشوقشانه یا عاشقشانه باور میکنن. او دلباختره حرفایش این دختر مسکین بیچاره قبول میکنه، باور میکنه. برای هم باور میکنه که اکثر دخترها دوست دارن که ازدواج کنن. دخترای بسیار پاک دامن، عفیف، نه یک دخترای خدای ناخواسته غیر از اینا. امینا خوش دارن که بیجزی که خدای ناخواسته فکرشان یا چشمشان به یک گناه آلوده شود، اینا میخوان برن به خانه بختشان. اینا در دام از این رقم عشقای پوشالی بی پایه و بی اساس مفتن، در دام مفتن. احساسات اونا را وادار میکنه که به او جوان باور بکنن. و اکثر جوانایی را اعتراف میکنن که من به خاطر ساعت تیری یا سرگرمی با دخترها روابط برقرار میکنم، لذت ببره. همین که سلام علیک میکنه، همین که دست چغ میگیره یا یک جای میره کتش یا یک دقیقه میشنن گپ، از همین او لذت میبره. جوانا اکثرا که از خدا نمیترسن این چیزا را برای ساتیری خودشان، برای خوشگذرانی خودشان انتخاب میکنن و این افتخار میدانن که من شخصیت هستم، من کمال دارم که چند دخترها را باش رابطه دارم، با او داره، با او داره، با هر جای رفته، با یک کس دیده چشمش خورده، کوشش کرده با ادا و با گفتار خودش، با وعده های دروغین خودش او را سحر کنه. او دختره به دام خودش پرده. باز یاد داشته باشه که جایی که بعد پسرای دیگه آمد، من فلان دختره امرایش وعده دارم، به فلان ساعت کتازی وعده دارم، به فلان ساعت کتازی میرم. اینا از جمله افتخارات و کمالات خودش میدانه. و میبینیم که همین دختر بیچاری که به این باور کرد، صبح یک خبر میشنوه که این دوستش با یک دوست دیگه، با یک دختر دیگه هم تماس داره. بالای از اون گویا عاشق شده باشه. بنابراین ما شما در یک اجتماعی که زندگی میکنیم، این اجتماع ما همین خطرات داره. متاسفانه رابطه های جوان ها از یک طریقی میبینیم برقرار میشه، ولیکن تو پسر با ایمان، دختر با ایمان باید که خودت شخصیت حفظ کنی، نخواهی از این راه های نامشروع، از این راه های ناکام، از این راه هایی که بسیار هم جنس های شما به دام افتیدن، بدبخت شدن، این راه ها را شما تجربه نکنین. نگوین اونا نمیفهمیدن، ما میفهمیم. ما بسیار حال عصر دیگه هست، ما اونقدر ساده نیستیم که ما در دام کسی بفتیم. مفتین شما. اونا هم شاید در وقت خودشان خیلی هوشیاری خود داشتن، ولی همین احساس وقت سر عقل حاکم شد، این مصیبت بار میاره. حتی صرف نظر از اینکه کتی بیگانه های رابطه برقرار میشه،
یا در مکتب یا در اداره یا در کوچه و بازار، حتی در بین اعضای فامیل، پسر کاکا دختر کاکا، اگر خدا نخواسته پسر کاکا یک آدم لاوبالی باشه، دخترای کاکا را یکی پشت دیگه به دامش مندازه. بنان سر پسر کاکا یا سر دختر کاکا و ماما و اینا هم اعتماد کردن از راه نامشروع، از راه عشق و محبت که پوشالی است، بی بنیاد است. از این راه ها هیچ وقت شما اقدام نکنید. بعض وقتا شده که دختر کاکا یا دختر ماما هم دختری بوده که با هم قطارایش با دوستای دخترش، مثلا کسای دوستا داشته و دختر که دوستای خوب نبودن، از نظر اخلاقی اونا آدمای خوب نبودن، این دخترم گمراه کردن، دختر کاکای خود گمراه کرده یا دختر عمیته، دختر مامایته. این عالمی خواهد که از این فرصت استفاده کنه، تو رو به دام خودش پرته، یک چند روز با تو خوش بگذرانه، فردا تو رو بدنام میکنه، از کنارت میره. بنابراین شما همو عفت و پاکدامنی دانه حفظ بکنید. همین سن و سال خیلی خطرناک می باشه. شما مسئولیت، خصوصا کسایی که در دوران تحصیلش هست، که اگر اینا کدام مسئولیتی برای نفقه و مشکل مسئولیت خانوادگی نداشته باشن، صرف برای درس باشه و رفت آمد باشه، اینها فراغت زیاد دارن به خاطر برقرار کردن همین کارهایی که عاقبت خیلی خطرناک داره. دختر را باز هم یک کسی تلفن کرد، گفت که دختر خانم بود، خودش تلفن کرد که من یک دوست را، یک پسر را دوست انتخاب کردم، همراهش میشیشتم، صحبت میکردم. بعض وقتا برادرش هم اگر می بود یا کدام دوستش هم می بود، من بعضی گپای خصوصی را هم در حضور از اونا میگفتم، چون همو عشق است، احساسات است، همه چیزها را پوشانده، عقل و بصیرت و همگی را کور کرده. فکر میکنه که یگانه شخصیتی که بسیار نزدیکش است، دوستش است، میخواه با او تمام عمر یک جا باشه، همون تو گمان کرده. میگه ما با اونا صحبت میکردیم. بالاخره یک کسی خواستگار میشه به همین دختر. میگه این شخصیت ما وقتی که خواستگار آمد به خانه ما، کسایی که تعریف کردن زیاد چیزایی که در دوست سابق نبود در این پسر یافتم. خود من احساس میکردم که با زندگی با این خواستگار جدید من خوشبخت میشم، در حالی که رابطه قبلی من، میگه مادر و پدر من و مادر پدر از هم خبر داشتن که ما با هم دوست هستیم، در آینده ها میخواییم که عروسی بکنیم. گرچه کدام نامزدی، کدام عهد و پیمان رسمی نگرفته بودن، ولی که شفاهی و مردم و فامیل هر دویشان میفهمیدن که اینا با هم دوست شدن، اینا میخواین که یکی دیگه شون عاشق و معشوق هستن، اینا بالاخره به هم میرسن. اونا هم خوش بودن از این برقراری رابطه ای دو نفر. ولی از قضا خواستگار خوبتری به خانه دختر میآید و این دختر راضی میشه که پدر مادرش ایره به او بتن. از این خواستگار نو دوست قدیم خبر میشه، میگه و دوست من خبر شد دیگه، بدون از این که همراه من گپ زده باشه و یا از این کار من نارضایتی خود بیان کرده باشه، خبر شدم که به پیش نامزد من رفت و از روابط سابق من برای از او قصه کرد، رازش فاش کرد. چیزی هم شاید مبالغه کرد، راست گفت، دروغ گفت. نامزده پشیمان ساخت. یک وقتی گفت نامزدم برای من چیزایی را که از ما توفه گرفته بودن و شاید نشانی هایی داشتن، اونا رو بر من روان کردن و گفتن که ما بسیار معذرت میخواییم، ما پسر ما به این ازدواج دیگه راضی نیست، برای نامزدی ما رو فسخ میکنیم.
و مرا این پسر بدبخت کرد و خودش هم باز نامد دیگه پشتیم. طبعا او دیگه اعتبارش خراب شد. او عاشق سر معشوقش به اعتماد شد که خب وقتی یک کس دیگه آمد ما تو خوبه چقدر آرزوها و خیالهایی داشتیم، تو با من خیانت کردی، رفتی که با کس دیگه نامزد شدی، خب من انتقامم گرفتم. دلش دیگه نسوخت که میگفت خب وقتی مرا دوست نداشت، خب این خود دوست داشتی، تو عاشق شده بودی، به خاطر عاشق و دوستت خب باید خودت قربانی میکردی. گفت خب وقتی دوست ما بی‌وفاست، من بی‌وفایی نمیکنم، من انتقام نمیگیرم، باشه خوشبخت چه وقتم. و دعا میکرد در حقش. ولیکن این رابطه ها چون رابطه نامشروع است، این سبب انتقام میشه، سبب خرابی های بیشتر از این میشه. دختره هم از خودش راند، هم نامزدی که برقرار شده بود او هم از بین بود. از این حرف ما چند تا درس دیگه هم میگیریم که شما رازتان به هر کس نگوین. وقتی راز شما به مردم رسید، به جامعه رسید، میگه مردم، زبان مردم رحم نداره. وقتی از شما برآشفته شدن، تمام سیر و پودین شما را بیرون میکنن، شما را به عزت و به آبرو میکنن. دیگه به اونا باک نداره که شما به کدام سرنوشت روبرو میشین، بدبخت میشین، سیاه‌بخت میشین، چه میشین. و در پهلوی ازی ما یک کار دیگه هم کردیم که الله ناراض کردیم. وقتی الله از این رابطه ما خرسند نباشه، این رابطه ما پیش الله مورد قبول نباشه، خدا هم ناراض میشه. پس خدا ما را خدای نخواسته رسوا میکنه که تو به هیچ حد و مرز پابند نبودی. چطور تانستی؟ ایمان تو کجا رفت که با اون نامحرم، با اون جوان تو رابطه برقرار کردی؟ خلاف رضایت من تو با اونا رفتی. پس خدا هم انسان جزا میده. توبه از جزای الله. بنابراین خواهرک من، برادر من، شما شخصیت هایتان، دینتان، آبرو و عزتتان قدرش بفهمید. اینه به یک جرقه احساساتی که چشم به چشم شدین که یک کسی، یا یک سلام علیک کردین، یا در یک راه رفتین، یا در یک اداره بودین، در مکتب و در دانشگاه بودین، در پوهنتون بودین، خب این اینا را احتیاط کنین. ما 2 روز سر برقرار شدن روابط صحبت کردیم. اگر شما میخواین با عفت و پاکدامن زندگی بکنین، پس این حدودی را که الله وضع کرده، اللهی که ما را خلق کرده، اینو مراعات کنیم و جدا مراعات کنیم. اگر مراعات نکردیم، او وقت باز مسئول خود ما هستیم. خود ما را وقتی سرزنش کنیم، کار از کار گذشته باشه، چی حصول میکنیم؟ چی فایده؟ عزت ما رفته، خدای ناخواسته آبروی ما رفته، پیش مردم افشار شدیم. حتی بعض وقتا شده که برای بچه هم وقتی که در اجتماع امو کار ناپسند بود، در رابطه ها برقرار شدن رابطه های نامشروع، عشق و عاشقی در او اجتماع اگر کار ناپسند بوده، حتی بسیار کسا باز حاضر نمیشن دخترشان هم به امت و پسرها بتن. یک پسر لاوبالی که چشمش هر جا رفت دلش هم میره، و یا دختر همطور. دخترها زیادتر قربانی ازی میشن، زیادتر در خانه ماندن دخترها. در مجتمعاتی که ما شما هستیم، گناه پسر و قدر معلوم نمیشه، میگم پسر است، بچه است، ولی دختر خدای ناخواسته یک گناه بسیار کوچک از پیشش سر زد، یک خطای کوچکی کرد، او را کسی نمیبخشه. بنابراین ما در این رابطه ها خیلی دقت کنیم عزیزای من. حالا میریم به طرف یک میان برنامه، صحبت ما را دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هدي المحب لها وضل الشالي إني
أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني. وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله خافرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان. من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم که خواهر و برادر عزیز ما در این مطالب
توجه جدی بکنن. ما یک چند نکته بسیار مهم از قول امام بزرگوار امام ابن قیم رحمت الله علیه برای شما عزیزا در شعروار میخوانم که ضرر و زیان را که همین روابط عشق و عاشقی سبب میشه، ضرر و زیانش حتی به دنیا و آخرت است. امام ابن قیم رحمت الله علیه میگن که وقتی انسان امرای عشق سرگردان شد، مشغول شد و محبتش به مخلوق، عشق ها از حد اعتدال بالا میره، باز میگه محبتش یا توجهش به الله کم میشه. نعوذ بالله از اون روزی که ما توجه ما از خالق ما کمتر شوه و به مخلوق بیشتر شوه. نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. أنت الغني وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء. نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. أنت الغني وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء. لولاك ما كنا وما كانت لنا دنيا ولا عمرت بنا أرجاء. أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء. نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواه بقاء. يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء. يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء. نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر و برادر عزیز ما گفته آمدیم که روابطی که بین دو نفر برقرار میشه باید از راه های مشروع باشه. احساسات و عشق و این چیزا سبب برقراری یک رابطه که بر آینده های درخشان ما انتظارش داریم این راهش نیست. ما چند مطلب را از امام بزرگوار ابن قیم رحمت الله علیه در همین رابطه فرمودن امیر برای شما دانه دانه میخوانم و مختصرا گذرا. میگن که سرگرم شدن به عشق و محبت ورزی با مخلوق، سبحان الله، شما وقتی که سرگرم میشین با مخلوق و عشق و محبتتون به او میتین، جای از ایره که شما به الله یکتا ابراز علاقه بکنین او را زیر تاثیر میبره. شما نعوذ بالله مثل که در قلبتان محبت غیر الله جایگیر میکنین. عشق امور رقم است و میگن که قلب فرد عاشق در قبضه معشوق است. قلبتان در دست یک کس دیگه است که سر از او عاشق شدین شما. و حتی اینمی کار سبب میشه که انسان امو عاشق اگر توهین میشه، تحقیر میشه، حتی ذلیل میشه، احساس نمیکنه. چرا؟ این مست عشقش است. تن به هر ذلت و خواری میته به خاطر امو معشوقش. چقدر خطرناک است. حتی میگن در قلبی که محبت عاشقش یا معشوقش زیادتر میشه، این عشقش به معشوقش بیشتر میشه، همه قدر از خدای رحمان این دورتر میشه. این عشق در قلب نزدیکتر میشه، قویتر میشه، ریشه میدونه. از اون طرف محبت الله از دل بیرون میشه، از یاد الله غافل میشه. باز این آفت مصیبت بسیار بزرگی هست که شما را به هلاکت تهدید میکنه، به هلاکت دنیا و آخرت. شیطان مسلط میشه سر شما وقتی که محبت الله رحمان از دل بیرون شود. و حتی امام بزرگوار میفرمان که اگر عشق در قلب جای بگیره و تقویت شود، حتی عقل به فساد میکشانه. بسیار وقتا شده که عاشق در جمله دیوانه ها حساب کردن. مجنون که عاشق لیلا بود، مجنون خو یک معنایش دیوانه هست، او نام اصلیش مجنون نیست. و از بس عشق لیلا در قلبش ریشه دوان که مجنون شد، دیوانه شد. و همین است. عشق یک حالت بسیار افراطی است، محبت نیست. ما میبینیم در قاموس یا در فرهنگ اسلامی ما عشق جای نداره. عشق به خدا اونطور نیست. محبت به الله است، محبت به پیامبر است، محبت به دین است. عشق به دین نیست. عشق از حالت اعتدال بالاست، بیرون است. همین سبب میشه که عاشق بر قلب معشوقش، معشوق بر قلب عاشقش تسلط پیدا میکنه، او رو در چنگ خود میگیره. و معشوق همیشه دیگه در خیال عاشق، همیشه دیگه در خیال و فکرش معشوقش است. حتی امام میفرماید که عشق ورزی ظلم است به معشوق و خانوادهش. از بس ای اگر نامش باز محبت بانیم بسیار افراطی میشه. این عشقی که در قلب عاشق داخل میشه، حتی میگه یک ظلم است به خود معشوق و به خانوادهش. چرا؟ میگه که اونا را گپای از اونا رو ددان مردم میپرده. نفهمیده، دیوانه شده، عشقش کورش کرده. آله بعض وقتا شده که عاشق به معشوق نمیرسه، از راه های مختلف ای دست درازی میکنه.
هر چی که در اختیارش داره برای رسیدن به معشوقش تلاش میکنه. چقدر ما شما شنیده باشیم که رفتن تعویض گرفتن، جادو کردن، سحر کردن که دل معشوق به خودش نزدیک کنه و مهربانش کنه. بعض وقتا شاید معشوق هیچ خبر نداره، عاشق دیوانه شده، از شیطان کمک بگیره. نعوذ بالله. خود می کار ظلم است دیگه. حتی به جای میرسه که ای آدم خود به شرک میکشانه. عاشق ببینید کارش در کجا رسید. حالا دیگه از خدا دیگه تمنا نداره، خدا یادش رفت، پیش جادوگرا رفت. جادوگرام که بسیارش کت شیطان و جنا سر و کار داره، اونا رو با کمک میخواه. الله فراموش شد. نعوذ بالله از این روابط نامشروع. استاد قرضاوی که خدا عمرشان طولانی داشته باشه، کتاب های خیلی گرانبهای در اختیاری امت قرار دادن. در جواب یک دختر 15 ساله از اینا یک سوال میکنه در رابطه با این مسائل عشق و عشق بازی. استاد میگن که در این روزا مسئله عشق و عواطف به خاطر نمایش ها، داستان ها، فیلم های عشقی و سریال ها بسیار فراگیر شده. سبحان الله. در خانه های ما از این تلویزیونی که ما و شما امروز گپای خود ما را میزنیم، در بسیار خانه ها چینل های دیگه برقرار است، سریال ها برقرار است، عشق است و عشق بازی هست. در حضور پدر و مادر و خرد و بزرگ، خواهر، زن، شوهر، خیاشنه، داماد، عروس، همگی هستن. او فیلم های مبتذل تماشا میکنن. امینا سبب شده که امروز عشق بازی باز بیداد بکنه، خانه ها را خراب کنه، جوان ها را گمراه کنه، مردم از درس بانه، از کار بانه و دخترها را مخصوصا به می چیزها تشویق بکنن. استاد میگه من میترسم که اینمی نمایشنامه ها و اینمی وضعیتی که در خانه های ما اینا انداختن، این فیلم ها و کتاب است و مجله است و هر چیزی که هست، اینها من میگن میترسم که احساسات جوانای ما را برانگیخته کنه و خصوصا در سن و سالی که بسیار خطرناک است. اینا را که دلایشان پاک است نمیفهمند که دادام کی مفتن، دادام چی مفتن، چی سرنوشته برشان روبرو میشه، از اینا غافل هستن. این کار همینا میکشانند به طرف بدبختی هایشان. میگم من سفارش میکنم، استاد قرضاوی میگن که به همه دخترای مسلمان سفارش ما ای است که هرگز فریب چنین حرف ها را نخورند و به نصایح پدران و مادران و اولیای خود گوش فرا بدهند و از ازدواجی که تنها بر مبنای احساسات و عواطف و عشق است تن نتن، نرن با طرفی که خدای ناخواسته تمام چیزهایشان ازشان میگیره. با یک میزان عقل، خرد، میگن از یک دیدگاه ایمانی این رابطه که برقرار باید شود، از او دیدگاه ها سر این رابطه ها توجه شود. حتی او روز خواهر میگفت که من با یک مردی که از خود زن و بچه داشت آمد به خانه ما، مرا دادن برش، نکاح کردن، ولی هنوز خانه شوهرم نرفتیم که زن و فرزندش خبر شدن. روزی نیست که تلفن میکنن در خانه ما و تهدید میکنن، مرا دو و دشنام میتن، حقارت میکنن. من نمیفهم چی کار کنم. چقدر سخت است این کار وقتی که شرایط مساعد نباشه، وقتی که یک کسی به ازدواج دیگه مبادرت میورزه. او اگر امید حالتها را پیش بین نباشه،
این چرا میخواد خودش به درد سر پرده؟ چرا یک مظلوم دیگر هم میخواد که بدبخت کنه؟ این رابطه ها باید روی یک عواطف بشر دوستی و انسان دوستی و تفاهم و موده و رحمه باید برقرار شود. وقتی که شما میخواین یک زن دوم بکنید، با شما هم روی احساساتتان بازی کردین، شما مثل که عاشق شدین این کار کردین. چرا دختر بیچاره را که در خانه پدرش بودم میخواسته البته ازدواج کنه، در دام شما مفتاله؟ از کجا دیدین این دختر مسکینه که آله میبرین در حالی که در خانه میخواین هم برای خودتون جهنم خانه را جور کنین، هم برای از مظلوم دیگه. توصیه برای پدرایی است که پدر و مادر خانواده های عزیز، اولادایتان شما به دست خودتان به بدبختی ها نکشانین. او دخترک میگه که من خودم نمیخواستم شوهر کنم، من هنوز من جوان هستم. خب در اجتماع ما این مشکلات هست. باید علما، باید بزرگا، ریش سفیدای قوم اینا دست به کار شوند، مانع ظلم کسی شوند، مانع شوند که کسی مظلوم شود. این دختر جوان میره در خانه که اونا از خودشان زندگی داشتن، ولی عواطف و احساسات این مرد سبب شده که یک کسی را ببره در زندگی خودش که او را سیاه‌بخت و بدبخت کنه. خدای عزوجل و ما این توفیق بده که ما در برابر پرسشی که در قبر میشه و در روز محشر میشه سربلند ساده شده بتونیم صحبت جواب داده بتونیم. ما همو اعضا و جوارح ما که سبب میشه ما به این مصیبت ها دوچار شویم، اونا را زیر کنترل خود ما داشته باشیم. ما از چشم ما، از گوش ما، از زبان ما، از دست ما، از پوست ما، از تمام اعضای بدن ما پیش الله جوابگو هستیم. پای ما روزی که باز اینا هم سر ما شاهدی بده که خدایا ما را در اختیار از این گذاشتی و این از ما سوء استفاده کرد، او روز ما شما پیش الله جواب داده نمیتونیم. در سوره قاف میبینیم ما میخوانیم اعوذ بالله ما یلفظ من قول الا لدیه قریب عتید. انسان هیچ سخنی را بر زبان نمیراند مگر آن که فرشته مراقب و آماده برای دریافت آن او را نگارش میکنه، نوشته میکنه. اما تو چشم ما، اما تو گوش ما یک چیز را دیدیم، یک چیز را شنیدیم. پس ما سبب نشویم که خدای ناخواسته یک کسی دیگر بدبخت کنیم، خود ما که بدبخت میشیم و این کار ما سبب بدبختی دیگرها هم میشه. ما وقتی احساس میکنیم که تمام اعضای بدن ما مسئولیت داره، پس ما مواظب باشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کسی برای ما زبان متن یا محتوا یا مفهوم حدیث مبارک همطور است که اگر کسی برای ما از چشم و زبان و گوشش و از شرمگاهش تضمین بده، اونا رو در کنترل خودش داشته باشه، در راه مشروعش از اونا استفاده کرده باشه، من جنت رفتن برش تضمین میکنم. پس وقتی ما عاشق میشیم، اینمی جوارح ماست که ما رو به اون طرف میکشانه و اگر اینا در اختیار ما نباشن، پیامبر عزیز ما جنت رفتن برای ما گارانتی نمیکنه، شاید ما رو شفاعت هم نکنه. در سوره اسراء میخوانیم، ببینیم اعوذ بالله ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا.
دانه دانه یاد میکنه پروردگار. و چیزی را که نمیفهمین دنبالش نرین، ناآگاهانه. و چشم و گوش و دل و سایر اعضای بدن شما که چیزی را که انجام میده فردا پیش الله پرسان میشه. ما یک جنس مخالف ما را اگر پوسکندیش بگویم بدام انداختیم، این با زبان ما بود، فریب دادیم، گپای شیرین زدیم برش، یا با چشم ما او را سحر کردیم، با دست ما، با پای ما، با قلب ما. از اینا باز ما در نزد الله جوابده هستیم. حتی از عقل ما و قلب ما پرسان میشیم. و خدایی که بر ما این چیزها رو امانت داده، خالق این ما و اعضای بدنم، جوارحم که الله هست، اینا رو بر ما داده بود به امانت. و ما به این امانت وقت خیانت بکنم مورد بازپاس و سرزنش بازخواست و سرزنش قرار بگیرم. خب طبیعی هست. بنابراین ما از روزی که دهان ما مهر زده شود و بر اعضای بدن ما گفته شود که شاهدی بده، که چشم خودش بگوید که مرا استفاده کرد که به نامحرما نگاه کنم، چه جواب میدیم؟ وقت میترسیم که خدایا اینا از کجا شد که برای ما شاهدی میده؟ تمنای من این است که امروز آخری همین صحبت ما باشه که در رابطه با زندگی با عفت و پاکدامنی بود. وقتی ما توجه کردیم که یک شخص عفیف باشیم، پاکدامن باشیم، عفت دیگران را هم در نظر داشته باشیم. کسی می گفت که اگر شما به ناموس یک کسی سیل بکنین، فردا به ناموس شما سیل میکنن، میبینن. آل جرأت بکو و به ناموس مردم با نظر غیر از آلود و گناه آلود ببین. فردا اگر تو به دختر مردم توجه کردی به نظر گناه آلود، فردا باز گله نکنی که به طرف دختر تو کسی با نگاه گناه آلود ببینه. از خداوند تمنا میکنیم که یا رب زندگانی کوتاه مدتی که در دنیا بر ما عطا کردی ایره با عفت بگذرانیم، با پاکدامنی بگذرانیم. از شما عزیزایم که اگر گپای من کم و بیش سخت و سخت شده باشه، از شما عذرخواهی میکنم. جز سعادت شما، خیر شما، چیزی دیگه آرزو ندارم. تمنا میکنم که این نسلی که ما امیدش داریم، این نسل باشه که این امت راهنمایی بکنه، بیرق آزادگی را در دست داشته باشه. از خدا تمنا میکنیم که از بین ما کسی را تو برانگیز که در زیر پرچم لا اله الا الله همگی ما را جمع بکنه و عزیز ذلت و خواری ما را الله نجات بده. میریم به طرف یک میان برنامه، بعد از او باز صداهای گرم شما را میشنویم و امیدوار هستم که در همین رابطه شما هم صحبت کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. واقصد رضا رب العباد. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. قم للصلاة وأدها
واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد. قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد. تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد. قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد. دع عنك أثقال الهوى تلقى الهداية والسداد. وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد. دع عنك أثقال الهوى تلقى الهداية والسداد. وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. وعمر بيوت الله لا تركا لساعات الرقاد. إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد. وعمر بيوت الله لا تركا لساعات الرقاد. إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد. واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد. زود حياتك طاعة إن الصلاة لخير زاد. واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد. زود حياتك طاعة إن الصلاة لخير زاد. واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. واقصد رضا رب العباد. خواهر و برادر عزیز، امیدوار هستم که لحظاتی که به آخر برنامه هست تلفن‌های شما را داشته باشیم. بازم تقاضای من از شما این است که وقت شما وصل شدین، من که گفتم سلام علیکم، در بین ما و شما کس دیگه نیست، خودتان مستقیما باید حرفایتان را شروع بکنین.
و یک فاصله که در بین گپ محض از طریق تلویزیون که شما میبینین او را کوشش نکنین که از طریق تلویزیون حرفا را بشنوین. با تلفن شما صحبت میکنین، از تلفن هم صدای مرا بشنوین. به او خاطر وقت ضایع نشوه. چیزایی هم که گفته میشه امیدوار هستم که در رابطه با خود موضوع پروگرام گفته شود. سوالاتی که شما داشتین که مربوط پروگرام نباشه، ما خواهشم از شما است که ماشاءالله برنامه وصال حق پروگرام های مختلف داره. در همو بخش پرسش پاسخ به سوالات یا سوال و جواب در او برنامه شما اگر زنگ بزنین انشالله جواب های قانی و کاملتان میگیرین. ما وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگن که اگر شما اعضای بدنتان، جوارحتان در کنترلتان داشته باشین، تضمین کنین که با همه اعضای بدنتان که یاد کردن نامش گرفتن، گوش و چشم و بینی و اینا، وقتی شما اینا را در کنترلتان داشتین، من راه رفتن شما را به بهشت تضمین میکنم. صلی الله علیه وسلم. حالا یک دعایشان میبینیم رسول خدا صلی الله علیه وسلم از پروردگار چه رقم تقاضای برای سالم ماندن جوارح و اعضای بدنشان میکردن. یک درس برای ما هم هست. جای زمزمه میکردن ایره در نمازهای شبشان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که اللهم اجعل فی قلبی نورا، فی بصری نورا، فی سمعی نورا، و عن یمینی نورا، و عن یساری نورا، و فوقی نورا، و تحتی نورا. 4 طرفشانه. و امامی نورا، و خلفی نورا، و اجعل لی نورا. سبحان الله. ما هم این دعا را در حق خود ما بکنیم که خدایا این اعضای بدن ما که در اختیار ما امانت است، اینا رو نورانی بساز، اینا را از آسیب پذیری محفوظ کو، از اینا من درست استفاده بکنم، همون رقمی که تو میخوای استفاده بکنم. این اعضای بدن من نور شوم، من نور شوم، از تاریکی و از جهل بیرون شوم. بسم الله. سلام علیکم. برنامه رحمت از بفرمایید. از الله عزیز پیامبر مبارک ما صلی الله علیه وسلم تقاضا میکردن که بار الها در قلب من، در گوش و چشم من نور قرار بده، سمت راستم و چپم، بالا پایین، خدایا از 4 طرف برای من نور بباران. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایین خواهر. صدایتان میشنوم، بفرمایین. شما یک کم بلند صحبت کنین، صدایتان بسیار پخش است. هر انسان خداوند یک قلب دارد. بله. او قلب جای محبت خود خداوند است. اگه ما هر زندگی زندگی ما بر اساس که اولاد و خواهد در همه زندگی ما باید امر خداوند باشد. حتی احترام به پدر و مادر، زندگی زن و شوهری، انتخاب کردن شوهر، همه باید به اساس محبت رضای الهی تعالی باشه. بعدش هر مادر و مسئول است که دختر خودش با حیا و با ایجاب بزرگ کنند. بعدش هر پدری باید دختر خودش خبر باشه که کجا میره، با چی انسان نشست و برخواست دارد. انسان
عجولا تربیت شده. یعنی وقتی که انسان بزرگ میشه عجوله، یعنی هرگله میکنه که باید زندگی داشت نمیکنه که من در خودم را بیدم راه شیطانی و راه رحمانی در بلد نیست و همه مادرها مسئولیت دارن، مادرها مسئولیت دارن که طبق احکام شرعی اسلام دختر و پسر خود را بزرگ کنن و دختر و پسر که از ابتدا مثلا نهادشون ریشهشون درست مثلا بزرگ شدن ساخه و ریشه گرفته و اون خودشون میفهمد کدام طرف است و کدام طرف است. باید خانواده باید این تربیت باید شروع آغاز شود. بعدش وقتی که مادر دختر درست تربیت کند حتی دختر خوب میکنه اولاده و نواسه و نزیده و اینای خدا آیه قرآن عظیمشان یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، شما اولادتان و خانوادهتان را از آتش جهنم نجات بدید. قودها الناس والحجاره، آتش انگیز این آتش جهنم انسانها و سنگها و هیزم این آتش جهنم انسانها و سنگها. بعدش خداوند میگه در قرآن عظیمشان از دوزخ میپرسه من هل چی هل من مزید. اینا را باید با بچه های خود بفهمونه وقتی که اول بعدش اون خدا نباید اول ترس خدا بعد محبت از داخل خداوند جا میشه محبت خودشون. هیچ کار آدم بدون رضای اون صورت نمیگیره. اگر بگیرم شیطان بازم شیطان نمیکنه چون انسان های مطلق خداوند که خداوند خودش فرموده هیچ وقت شیطان باید سرکار نداره. من دو تا پسر دارم خدا را شکر دوتاشون حافظ قرآن است. الحمدلله الحمدلله. من میخوایم با آینده اولاد من خودم چیز کنم، اما از وقتی که چیزش از عمل درست آدم تا آخرم انشالله با یاری حق تعالی میره بالا بهترین ساختمان از میشه انشالله انشالله. اگر من چیزش کرد بمانم خشت و سنگش کرد بمانم میره تا آخر تا ثریا اون شکل. شما را خداوند خیر بده خواهر عزیز من. خیلی نصیحت های گوهربار داشتین. خدا خیرتان بده. در تعداد شما مادرها بیفزاید. خداوند مثل شما که اولادایتان از صالح تربیت کردین حافظای قرآن تربیت کردین خداوند به همه مادرها این لطف بکنه که اولادهای صالح به اجتماع تقدیم بکنن. خدا خیرتان بده خواهر عزیزم. خدا کنه که صدایتان گرچه من کمتر میشنویدم امیدوار هستم که در استودیو صدایتان خوب شنیده شده باشه. بسیار تشکر لطف کردیم. واقعا مادرها هستند که اجتماع را جور میکنن. خداوند که زیر پای شما جنت قرار داده آسان خو نیست. شما هم کلان مسئولیت دارین. امیدوار هستم که خداوند این نسل که خودش میخواد بر اسلام خدمت شود بیرق اسلام بلند شود این نسل همه تو یک رسالت داشته باشه. مثل که شماره را به هر ترتیب ما امیدوار هستیم که همون رقمی که الله عزیز بر ما سفارش میکنه در ادای مسئولیت خود ما از خدا توفیق عمل خدا بخواهیم. بله برنامه رحمت است. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر صحبت کنید.
از کجا گپ میزنین؟ بفرمایید. حالتان خوب است؟ الحمدلله، زنده باشین. شما خوب هستین؟ من خوب هم الحمدلله. مهاجر از پاکستان کار میکنم اینجا ماشاءالله بسیار دفعه خوب گم میزنه. خدا شما را اجر بده. زنده باشین. دعا کنین که خداوند همگی ما را در جمله بنده‌های خوب خود داشته باشه. و مادرم بسیار دفعه خوب زد. کاش که همون مادرها رنگی همون نشید. یا رب یا رب ان شاء الله دعا میکنیم که خداوند همه مادرها را مصدر خدمت برای اسلام و اجتماعی ما بکنن ان شاء الله. تو در دوشمی زنی که سطر نداره چی حال داره؟ همون سطر نمیکنه. من شوهر داره، همون شوهرش دریو سیسون میشه. سطری که میکنه رومال میگیره و رومال تشوی بر گوی پشتی بر گوی اصلا که سینوش میتو اگر خم شد تو نافو میتو همون که میشه میروی در کوچه در بزرگ همون که میروی شوهر داره همون آدم دریو سیسون میخوره یا که نه اینجا وارد پاکستانی ما 90% همین خیلی دیست همین نمالو میبنده دیگه هم تشوی بر گوی و این سطر نمیشه نمیخوره. این همین 7 سالشی در مسکن میام مهاجر پر میکنم. اول یکم سالا میامدم در سمایلک نبود اختراع نبود حاضرا میام 2010 2011 هر اومدنم در 10-15 دختر هستن همشون به سطر اینجا ما بچه کار کده نمیتونه. این همیجا ما خودم کار نیست وزدین کار کده نمیتونه و دخترها اکی جایی کار کده میتونه. همین کارهای بیجا میکنن اومده همیجا همین کارهای بچه‌ای میکنن تو کار میکنن میره. هر یا اومدنم دست هر یا سمایلات دخترها هستن 15 باز دارمچی پاکستان ای سطر گاز نمیشه شیخ. راست است راست است راست است. سطر گاز نه وای محکمه مقصد زجر میتن وای مولار مقصد سخت میگیرن برای چی ای سطر گاز دی؟ بله بله. حالت میمونی الله های نمیمونه که ای سطر مولار گازنه وای خط میتن هر همین جمعه خوانده خط میتن ایروی همون خط گام میزنه میگم فلانچی رو تعریف همون بیچاره مولا فلانچی مولا رو فلانچی رو تعریف میکنه به خواهی خودش امر معروف کده نمیتونه. اگر شیخ ایلاجش باشه همین ایروی سطر دید گام میزده همین میتونه انشالله. من یادداشت کردم برادر عزیز من. خداوند انشالله که شما رو در حفظ خود داشته باشه. ما و شما همین مظلوم که هستیم که حکومتایی که سر ما حکومت میکنن اینا از خدا بیخبر هستن. اینا حکومتایی هستن که مسلمان ها را اذیت میکنن ایوازی که خودشان از خدا بترسن برای مسلمان ها زمینه مساعد کنن که همین قدر کمونیستا ظلم کردن ستم کردن در حق خصوصا در حق ما مردمی که در همون منطقه ها زندگی میکردیم. کافی بود همه قدر ظلم و ستم. اینا هم آمدن به نام غربی و به نام دموکرات و به نام فلان. اینا هم از کمونیستا کم نیستن. خداوند اینا را انتقام ما را از اینا بگیره. طبعا وقت شما از حجاب صحبت میکنین همینا هستن که بر ضد قانونهای خدا اینا قانونهای خودشون وضع میکنن. خدا میگه که حجاب بپوش اینا میگن نپوش. مردم مظلوم کردن. و او خواهرها و برادرای ما که مسلمان هستند فردا روز قیامت آمدنی هست. چند روز عمرتان هست عزیزای من که شما مغرور میشین خدای نخواسته در برابر حکم الله گستاخی میکنین. الله او لباس مقبول و نازنین در شما سفارش کرده. شما لباسهایی را که شیطان سفارش کرده اونا را شما میپوشین. نکنین بلیاز خدا این کاره. امروز هوا دهن ما بسته میشه چنی ما را بسته میکنن زیر خاک ها میگذارن ما را. در اوج باز کی به درد ما میخوره؟ نه رحمان او به درد میخوره نه کریم او. خدا از هر دوی از اینا انتقام بگیره. از هر ظالم دیگی که بر علیه مسلمان ها دست به کار هستن. چین شما سعی کنید برادرای و خواهرای اویغور ما را از روزه گرفتن من نمیکنن. خدایا این ظلمی که امروز در حق امت مسلمان میشه خدایا دیگه خود داد ما را بشنو یا رب. متاسفانه علما هم بیچاره زبان بکشن زبانشان نمیبرد. زندان ها که پر شد
ولی خداوند وعده کرده ان شاء الله این روزها هم پوره میشه. مهلت این ظالما بالاخره به سر میرسه. اینا هم به طرف فرعون و هامان و قارون و نمرود رفتنی هستند. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. بفرمایید خواهر عزیزم، خدا خیر بده شما را، مهربانی کنید. الله خیر، جزاک الله خیر میگم. خداوند تعالی شما سرفراز با ایمان داشته باشه. با شما یک جا خواهرم، بفرمایید. یک برنامه بسیار زیبا. شما فرمودین درباره عاشق و معشوق. فرق نمیکنه، خداوند عاشقا را دوست داره. اگر کسی یک ازدواج با عشق بهترین است، خانم نمیکنه. این اتفاق برای خود نفسه بود. من شوهر کار دارم، شوهر بسیار با ایمان عزیز است. خداوند با ایمان داشته باشه. آمین آمین. در غیاب عاشق شده بود. وقتی که من خبر شدم گفتم خدایا در وطن ما فی رقم اگر بسیار گفت کلام میشه این رقم شما خب باز باید کس نداشت و خواهر که مشاهده کردم خواهرم خوب من خودم 15 سال داشت و خواهرم 13 سال بود. خواهر که میسی یک گفت هست نبرد که یک چیز میگم من میخواهی که می بچه را من اینجا یک چند دقیقه دیگه بذارم دیگه چرا ندارم. وقتی خواست میشه من خبر شدی بینی رقم بله گفتم چطور عاشق شدی؟ عاشقی ها نمیکنی، عاشقی چی هست؟ گفت هست فامیلا بسیار ضربه میزنی. به داستان برنامه‌تان میگم که بفهمن عاشقی هم هست، عاشق شدن عیب نداره، گناه نداره اگر پاک باشه. یک داستان بسیار هست که بسیاری نفرات آدای من میشونن میفهمن که امیر حقیقت بوده، راست است. من برای گفتم که آقا پسر گفتم کی دوست داری؟ چه رقم دوست داری؟ گفت من خانواده دوست دارم، پدر شما بسیار آدم شریف است، بسیار دوست دارم. تو که مطلب مکتب هستی، فلوی مکتب هستی. گفتم با سبا نشه که بازی رقم ما گفتم هیچ ممنت نمی کنم مگر من میخوایم که با خدا باشی، من با خدا باشم. نماز میخونیم، روزه میگیریم، نماز میخونیم تا وقتی که ما تو عقد نمی کنیم، دست به هم نمیتیم، دیگه مایکریه دیدار نمی کنیم، صحبت نمی کنیم. در وقت تلفنام نبود، در قریه زندگی میکردیم. همین زندگی همون تو احمد چیز بشرتا را گفتم باید از این باز آزگاری آمدن و بسیار گفت مردم همه چیز میگفتن، گپ میزنن. اما ما پیش ویزان خود که پاک بودیم. همین شرایطا را ماندم. شوهرم که جوان بود، بچه 17 از سالش شد. وقتی که نامزاد شدیم روزه را کمتر سر توجه میکرد، نماز را کمتر میکرد. گفتم باید است اگر نمیست سر وقت است، اگر من تو دوست داری، اگر عاشق هستی، اگر ما تو عاشق با الله باشیم که با آخر عمر خود ما زندگی را سپری نماییم. بسیار مشکل روزه میگیرد، نان بس تیار میکردم، عرقایش باق میکردم، میکنم شروعیش دستمال است، هرم میموندم سر. تا ای که عادت کرد بودم 3 سال به روزه خود، به نماز خود، به همه چیز میکنم. اول عشق با الله، عشق با معشوق است. زندگی اگر با الله عشق کنم ببرده، آخر زندگی میکنه. حالا شکر الحمدلله 35 سال از زندگی ما گذشت است. انشاءالله که از مکر با ایمانتر است، قویتر است. و همه میخوایم که عشق گناه نداره. استاد عزیز درباره عشق بریم یک عشقهای نامناسب، عشقهایی که گناه است، از شریعت دور است. عشق الله دوست داره. اگر کسی که ذاتی واقعا محبت داشته باشه با الله و محبت داشته باشه با همسر خود که با ایمان باشه، با عزت باشه، خدا میجاد تناسش روزه، شوهر خود میجاد بده، آدابای خود میجاد بده، آینده زندگی موتور است، زندگی بسیار آخرت پایدار است. بسیار یک پروگرام زیبا، شما یک شخصیت بسیار برجسته، خداوند تعالی بر شما سرفرازی دین دنیا می‌خواهد. خواهش میکنم خداش خداوند امنا دارم بلند سرفراز باشید. با شما یک جا بسیار تشکر خواهر عزیز ما. نصیحت‌های شما را انشالله شنیدن، صحبت‌های شما خیلی جالب بود و الحمدلله شما قسم گفتین که او عشقی را که من بیان کردم، عشق نامشروعی را که من یاد کردم، این عشقی را که شما میگین خب چقدر زیبا گفتین که عشق الله در دل شما بود. اونا شما را ممکن است که دوست داشتن. عشق یک حالت بسیار افراطی میشه که پیشتر من یاد کردم که جای محبت خدا را نگیره، ولیکن شما چقدر دقیق گفتین که ما با او عهد ممی بود که ما تو اول الله دوست می داشته باشیم. خداوند انشاءالله دعا میکنم شما را اولادای صالح خدا حتما نصیب کرده. 35 سال کم نیست که شما گذران کردین. واقعا او شما را دوست داشته، شما هم در خدمت از اونا بودین. خدا این محبتی که در بین شما بوده دعا میکنیم در بین کل خانواده ها همین محبت خدا برسانه. خدا خیرتون بده خواهر من.
برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. الو می‌خواستم بفرمایید، صحبتتون رو میشنوم. صحبت کنین. از کجا حرف میزنین؟ من از ایران هستم. بفرمایید. صدایتان قطع و وصل میشه. خدا کنه که جای درست باشین که صدایتان واضح بیایه. بفرمایید. من محمد هستم از ایران. بفرمایید آقا محمد. می‌خواستم با استاد من صحبت کنم. مستقیما با من هستین، شما صحبت کنین. صدایتان از تلفن بشنوین، از تلویزیون نشنوین. من استاد می‌خواستم راجع به همین نامزدی صحبت کنم. بفرمایید. بعدش هم این نامزد ما تازه پاس کردیم. خب بعدش هم یک ساله هستن زیاد تحقیرن. حالا مثلا اگه بری مثلا فرار کنی، بری عرض کنی برای امر خیر مشکلی هست یا نه؟ شما نامزد شدین، آل شما را کسی نمیگذاره که عروسی بکنین؟ درست فهمیده نشد صحبتتان. آره همین خانواده دختر مثلا راضی نیستم، تحقیرن، میگه باید که لا جواهر زیاد بیار، مثلا به خاطر می اختلاف خانوادگی نمیدارن. دختره با من مثلا هر دوتا ما به هم دیگه علاقه مندیم، خیلی بدونم دیگه اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. حالا ما دیگه به خاطر این خانواده خیلی تحقیرن تصمیم گرفتیم که اصلا فرار کنیم بریم عرض. خداوند شما را انشالله دو روز نرسانه که فرار کنین و دلهای ای پدر و مادرها را نرم بسازه و شرایط سخت نگذارن. این شرایط گذاشتن، خصوصا شرایطی که داماد نتانه او را برداره، این به دین ما هیچ مناسب نیست. کسی که دعوای اسلام میکنه، دعوای رفتن به بهشت داره، باید سهولت فراهم کنه برای رسیدن دو تا جوانی که اینا سبا پدر و مادر شده نیستن. اینا دخترشان سر دخترشان اینا ظلم میکنن، بغیر از اینکه اگر شما را نادیده میگیرن اونا در حق دخترشان ظلم میکنن. این پدر و مادر ما توجهش میخوایم. شما این کار نکنین که فرار کنین. اونا سبا باز خدای ناخواسته خانومتان دوباره به طرف پدر مادرشان آمدنشان دشوار میشه. این کینه ایجاد میکنه. بسیار وقتا شده در حالت جوانی بودن، زن و شوهر تصمیم گرفتن که بالاخره فرار کردن، ولی یک وقت شده که پشت پدر مادرشان دق شدن، میخواستن بیاین پیشش و پدر مادر اینا رو نمیگذاره. این دل از اونا هنوز سخت‌تر میشه. این کار شما نکنین که فرار کنین. یک دیر پیدا بکنین که اینا دلسوزی بکنن، هم برای پدر مادر دلسوزی کنن، هم برای شماها. بنابراین ما هم دعا میکنیم که خدا دل اونا رو نرم کنه. اونا را شما کسایی را پیدا کنین، از علمایی که در اون منطقه زندگی میکنن، از برادرایی که ریش سفید و حرفشان شنیده میشه، اونا را شما وادار کنین که برن شفاعت خواهی کنن، این وصلت از راه معقولش پیگیری کنن. شما را خدا خیر بده. من متاسفانه که تلفونا زیاد است، یکی دیگر هم میگیرم و بعد باز خداحافظی میکنیم. بفرمایید. اینا در اجتماع ما همین مصیبت هست که پدر مادرها اولادشان در برابر یک موضوع مادی با مشکل روبرو میکنن. امروزی امانت ها، این پول یک روز دست شما از فردا دست کسی دیگه هست. سر از این شما حساب نکنین زیاد. اما قدر که اونا یک زندگی آبرومند خود پیش برده بتونن، سر از این اگر شما اصرار میکنی که داماد تو خرچ و نفقه زن و بچه تا میتونی پیدا بکنی، این حقتان است. این حق خانم است که شوهرش باید صاحب یک کمال باشه که یک لقمه نان حلال برشان بیاره. اما این که شما این بر زیورات باشه و برای خرچ مهمانا باشه و برای اینا همگیش پولایی است که به هدر میره. از اینا هیچ شما ثواب نمیگیرین. اینا هیچ خیر نمیرسانه برای پیوند از این دو نفر. من دیگه نمیتونم تلفن دیگرم بگیرم. شما را به خدای مهربان می سپارم. تمنا میکنم که خدای عزیز در دلهای پدرها و مادرهایی که مانع دخل نمیتونم اتر بگویم، چرا و پدر و مادر شاید یک چیز پیش خودشان دارن اما نیتشان شاید خیر باشه ولی عملشان مانع میشه که دخترشان به طرف خوشبختیش بره. اگر شما سر داماد دیگه اعتراض دارین، خدای ناخواسته
او بینماز است، خدای نخواسته بیباک است، یک عمل خلاف شریعت داره، سر از اونای شما پافشاری کنین و نتین دخترتان برش. وقت شما حق دارین، خدا بر شما شاید تحسین کنه که آفرین که دخترت به یک آدم خراب ندادی، ولی از نظر اقتصادی اگه مشکل داره. خدا خو میگه که شما از فقر نترسین. امی خود ازدواج خداوند میگه من شما را اگه فقیر هستین غنی میسازمتان. با امید روزی که همگی ما بنده های مطیع الله باشیم، خداوند سر ما مهربان شود، خداوند دعای ما را قبول بکنه. امروز دعای ما شاید بالا نمیره به خاطر که عمل ما با گفتار ما بسیارش به هم برابر نیست. عزیزای من، خدای عزیز ما را جمله بنده های خوبش بگردانه. خداوند این حالت را که سری امت آمده، کسایی که در حق امت ظلم میکنن، خدای اونها را سر جایشان بشانه، خدا از اونها انتقام بگیره، دستشان از سر امت مظلوم کوتاه کنه. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. تا برنامه آینده شما را به خدای عزیز می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا، وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا، فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا، وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا، بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا.